وقتی مردی با بدن فولادی از دل افسانه‌های شائولین روبروی خدای موی‌تای ایستاد، همه انتظار یه شکست سریع رو داشتن. اما یک لحظه رینگ منفجر شد. اتفاقی افتاد که تمام تماشاگرها خشکشون زد. در دنیای هنرهای رزمی خیلی کم پیش میاد که دو سبک متفاوت و ریشه‌دار مستقیم با هم روبرو بشن. اما وقتی این اتفاق بیفته، تماشاش یه چیز دیگه است. یکی از اون لحظه‌های خاص برمیگرده به 6 ژوئن 2015. وقتی بوکائو بانچامک، افسانه موی‌تای، روبروی مردی ایستاد که خیلی‌ها بهش لقب راهب شائولین داده بودند. اگه کنجکاوی بدونی توی مبارزه واقعی راهب شائولین با هیولای موی‌تای چه اتفاقی میفته، فقط کافیه تا آخر ویدئو با ما بمونی. قرار غافلگیر بشید. قبل از اینکه وارد رینگ بشیم، بهتره با این دو شخصیت آشنا بشیم. بوکائو یه نام آشنا برای هر کسیه که ذره‌ای با موی‌تای آشنایی داره. مردی با بیش از 250 مبارزه، کمربندهای قهرمانی بیشمار و تجربه‌ای که توی هر ضربه‌اش حس میشه. سبکش ترکیبیه از تکنیک بی‌نقص، قدرت انفجاری و مهمتر از همه ذهنی آروم و متمرکز که توی شرایط سخت همیشه راهی برای پیروزی پیدا میکنه. در مقابلش یی لانگ ایستاده، مردی با ظاهری شبیه راهب‌های افسانه‌ای معبد شائولین، اما نه به طور رسمی از دل معبد اومده و نه به صورت سنتی آموزش دیده. با این حال تمرینات سخت، باورهای ذهنی قوی و سرسختی بدنی عجیبش باعث شده لقب راهب رو براش انتخاب کنند. لانگ بیشتر خودآموخته است و مبارزات زیادی رو توی سازمان‌های چینی به ویژه WLF تجربه کرده. حالا بریم سراغ مبارزه‌ای که همه منتظرش بودن. اما قبل از اینکه مشت‌ها فرود بیان، اگه اینجور داستان‌ها برات جالبه، لایک رو فراموش نکن. از همون ثانیه‌های اول راند، یی لانگ با ترکیبی برق‌آسا بوکائو رو غافلگیر کرد. یک مشت از بالا، ضربه زانو به سمت شکم، ضربه به صورت و در نهایت یه لگد پایین پا که اسطوره موی‌تای رو زمین انداخت. تماشاگرها از شدت هیجان از جاشون پریدن. اما این پایان غافلگیری‌ها نبود. بوکائو هنوز توی شوک بود که دوباره با همون فن نقش زمین شد. لانگ با مشت‌های آهنینش پیش میرفت و ضربات مرگبار حریف رو مثل آب خوردن تحمل میکرد. در ادامه یک مشت چرخشی تمیز مستقیم خورد به کنار سر بوکائو و صدای برخوردش سالن رو لرزوند. جمعیت منفجر شد. اون لحظه ای بود که حتی قهرمان تایلندی لبخند زد، اما لبخندی که بیشتر شبیه تهدید بود. چون از اون لحظه به بعد شعله‌های واقعی نبرد تازه شروع شد. بوکائو که حالا حریفش رو بهتر شناخته بود، کم کم وارد ریتم خودش شد. با پاهای محکم و تجربه بی‌رقیبش ضربات لانگ رو یکی یکی خنثی کرد و با زانوهای کشنده جواب داد. نبرد از یه طرفه بودن خارج شد و هر لحظه جذاب‌تر شد. لانگ با مشت‌های سریع و ضربه‌های پشت سر هم سعی داشت حریف قدرتمندش رو عقب بزنه. بوکائو با لبخندی محو روی لب انگار داشت حریفش رو میسنجید. دوباره زمین خورد، اما این بار سریع‌تر بلند شد. لانگ با مشت‌های آهنینش ادامه داد. ضربه‌هایی که برای خیلی‌ها کافی بود تا مبارزه رو تموم کنند. اما بوکائو، استاد واقعی رینگ، کم کم شروع کرد به پیدا کردن ریتم خودش. با زانوهای سنگین و لگدهای مرگبار جواب ضربات لانگ رو داد. خیلی از این ضربات میتونست هر کسی رو خم کنه، اما یی لانگ با بدنی که انگار از فولاد ساخته شده محکم ایستاده بود. راند اول پر از درگیری‌های سنگین بود، اما به نظر می‌رسید لانگ ضربات مؤثرتری زده بود. در راند دوم لانگ تاکتیک جدیدی آورد، ضربات بلند پا. ولی بوکائو نه تنها جا خالی داد، بلکه با زانوهاش وارد مبارزه شد. توی مبارزات نزدیک اون کسی بود که کنترل رو به دست گرفت. لانگ هنوز هم مشت‌زن خوبی بود، اما تاکتیک یک نواختش به ضررش تموم شد. خم شدن زیادش باعث شد بوکائو راحت‌تر با زانوها تنبیهش کنه. با شروع راند سوم لانگ باز هم با انرژی شروع کرد. چند ترکیب قوی زد، اما هرچی جلوتر رفت ضربه‌هاش کمتر اثر گذاشت. بوکائو انگار تازه گرم شده بود. با هر حمله 2 برابر قوی‌تر جواب میداد. لبخند خطرناکی روی صورتش افتاده بود. همون لبخندی که مبارز مقابل باید ازش بترسه. در یک لحظه لانگ به زمین افتاد. بعد دوباره بلند شد و یک ضربه بلند پا زد، ولی موفق نشد. با این حال یه ضربه مشت چرخشی دیگه زد. تجربه بی‌نظیرش باعث شد هر بار موقعیت رو به نفع خودش برگردونه. در نهایت بعد از 3 راند سنگین، بوکائو بانچامک به عنوان برنده اعلام شد. اما اینجا فقط یه مبارزه نبود. نمایش قدرت، تجربه و استقامت بود. یی لانگ حتی در شکست احترام زیادی به دست آورد.
هم به خاطر سرسختی بی‌نظیرش، هم به خاطر ضرباتی که خیلی‌ها انتظارش رو نداشتن. این نبرد برخورد دو دنیا بود. سنت و قدرت شائولین در مقابل دقت و تجربه مویتای. و اگه چیزی از این مبارزه یاد گرفتیم اینه که حتی افسانه‌ها هم میتونن غافلگیر بشن. اگه از این نوع مبارزه‌ها و داستان‌های رزمی خوشت میاد حتما کانال رو سابسکرایب کن و یه نگاهی هم به بقیه ویدیوها بنداز. مطمئنم چیزی پیدا می‌کنی که غافلگیرت کنه.